تیمورزاده شمس‌الدین سفر دادرس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شب 31 ایول به 1 آگوست در سن 58 از عالم چشم پوشید. جنازه او را روز 31 آگوست در نماز پیشین در شهر شرارت در اسار به خاک سپاریدند. دادگاه عالی اقتصادی در سامانش با نشر یک نامه تسلیت درگذشت شمس‌الدین تیمورزاده را تصدیق کرده و گفت اهل این دادگاه خبر مرگ همکار خود را با اندوه بزرگ دریافتند و همدردی و تعزیه عمیق و تسلیت‌های صدقی رهبریت سودی‌ها و کارمندان سودهای اقتصادی جمهوری تاجیکستان را به نزدیکان و پیوندان تیمورزاده شمس‌الدین اظهار نموده از درگاه الهی صبر جمیل خواهانیم. دادگاه عالی اقتصادی درباره علت مرگ سودیه سابقه دارش در سن 58 رسما چیزی نگفته است، ولی یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت شمس‌الدین تیمورزاده چند وقت آخر در بیمارستان بیماری‌های سرایتی شهر دوشنبه در محله زرافشان از کرونا ویروس تبابت می‌گرفت. یگان 3 یا 4 روز قبل او را از بیمارخانه جواب دادند، ولی شب 31 ایول به 1 آگوست بر اثر ترومب در راه حرکت خونش در رگ و دل جان داد. گفت صحبت بامداد. او همچنین خبر داد که نماز جنازه و مراسم دفن شمس‌الدین تیمورزاده بدون روی دست گرفتن چاره‌های شدید بهداشتی صورت گرفت، اما مردم قاعده‌های اساسی از جمله رعایت فاصله اجتماعی تا 2 متر و پوشیدن نقاب را در این مراسم رعایت کردند. شمس‌الدین تیمورزاده قبلا در دادگاه ولایت قتلان کار میکرد و سال 2018 با اوردن اسپیتامین درجه 2 سرفراز گردانیده شد. شمس‌الدین تیمورزاده بنا به اطلاع دریافته با گنرال مراد سعیدوف سرمحافظ پرزیدنت تاجیکستان رشته قضایی داشت. در دادگاه عالی اقتصادی او را یکی از سودیه‌های با نفوذ این نهاد نام برده گفتند که عمر وفایش نکرد، وگرنه تیمورزاده یکی از نامزدهای اساسی به مقام معاون رئیس این دادگاه بود. خبر مرگ شمس‌الدین تیمورزاده بعد گرفتار شدنش به کرونا ویروس در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان از 30 ایول به این طرف اینک 4 روز باز اصرار می‌ورزد که در کشور یگان حالت نوی مرگ ساکنان از پاندمی ثبت نشده است.